اندامهای بدن هم سلیقه دارن. ببین هر کدوم چی رو بیشتر دوست دارن. کبد عاشق پیاده رویه. هر قدمی که میزنی کبدت قوی‌تر و تمیزتر میشه. کلیه‌ها خوشحال میشن وقتی که جریان خون خوب باشه. حرکت‌های ساده مثل روی نوک پا ایستادن کمکشون میکنه که نفس راحت‌تری بکشن. مغز ذهن آروم میخواد. مدیتیشن و چند دقیقه سکوت سوخت اصلی تمرکز و حافظه است. شش‌ها عاشق خندن. هر بار که از ته دل میخندی ریه‌هات پر از هوای تازه میشه. روده ها دفع منظم رو میپرستن. وقتی بدنت از سموم خالی بشه همه چیز سبکتر پیش میره. قلب نفس عمیق رو دوست داره. هر دم و بازدم بلند مثل نوازش براش آرامش بخشه. معده ماساژ ملایم میخواد. یه دست کشیدن ساده روی شکم میتونه هضم رو راحت تر کنه. استخوان‌ها عاشق آفتابن. چند دقیقه نور خورشید مساوی ویتامین دی و مساوی استخوان‌های محکم‌تر. چشم‌ها نگاه به دوردست رو دوست دارن. هر 20 دقیقه به مدت 20 ثانیه به 20 متری خودت خیره شو. پوست وقتی میدرخشه که گردش خونت خوب باشه. آب کافی، خنده و تحرک بهترین کادو برای پوستت هستن.